گویا ما یک مردمی هستیم که از تمام علم و دنیا دور هستیم، در یک عصر خیلی قدیم زندگی میکنیم و یک عائله خیلی ترقی کرده، خیلی با علم، خیلی با فرهنگ آمده است، بالای سر ما گویا راهبر است و ما را به سوی پیشروی میبره. گویا ما همیشه یک ملت هستیم. یعنی این تحقیر بود، دشنام بود، توهین بود در حق یک مردم بزرگ. استقلالیت به اون معنی نیست که باید هزارها نفر جمع بکنی، شب تا صبح باید در آسمان سلیوت خالی بکنی، نمیدونم از مالهای خیتایی را بیاری زمین و آسمان پر از چنگ و دود بکنی و تا روز کانسر بتی برای مردم برقصی بگوی استقلالیت. خب دوستان عزیز، و من از روز استقلالیت چه چیزایی را پی بردم. گمان کردم یک شخصی منصبدار و پولدار، یک شخصی میلیونر، یک توی دامادی و عروسی دارد و عین حال در خانه داماد توی است و مردم خوش و تبارهای داماد آمدن با تبریکات داماد. در یک رستوران بزرگ توی است و در یک رستوران بزرگ رقص و بازی است. ولی وقتی پرسان میشه که امروز چی روز است، میگن استقلالیت. وقتی داخلی رسانه ها میشی امروز چی روز میبینی؟ روزی زاد روز و یا اینکه توی دامادی یک نفر و یا اینکه کسانی از او دعوا میکنن که ما در استقلالیت چی چیزهایی را به دست آوردیم. فقط با این همین یک عکس ما میتونیم که 30 سال استقلالیت تصور بکنیم و اینکه شهر بتیم برای مردم و اینکه معرفی بکنیم که ما چی چیزهایی را به دست آوردیم. مرحمت. در این منظره چی رو میبینیم؟ پدر، پسر، دختر، لختک، یعنی 3 نفر اعضای یک عائله پلوسی در یک تئاتر هستن، یک لختک در برشون گذاشتن تا برای مردم میمون بازی داره. سیرک، مردم سیرک آمده است تماشا داره، یک عائله آمده است با مردم بازی داره. و من پیشنهادم این بود که همین لختک هم از بین یه شته بزنین کمی او طرفو، از دامادها یک نفر اینجا بیارین. از دامادها بسیار خوب میشه. و استقلالیت و جمهوری تاجیکستان چگونه دولت بدن شه با یک کلمه و میتونیم که ما امروز نظر کنیم. در 30 سال استقلالیت از طرف رحمانوف برای مردم یک توهین، یک دشنام، یک حقارت برای این مردمی تاجیکستان بود با گرفتن همین عکس. گویا در تاجیکستان هیچ یک مادر بجز از همسر رئیس جمهور یا که مادر رئیس جمهور دیگر مادری تاجیک و تاجیکستانی فرزند به دنیا نآورده است که اهل قلم باشه، گویا اهل علم باشه، اهل دانش باشه تا از سه اینها یکی جای اینا را بگیره. گویا در تاجیکستان چون یک فرزند نیست. گویا ما یک مردمی هستیم که از تمام علم و دنیا دور هستیم، در یک عصر خیلی قدیم زندگی میکنیم و یک عائله خیلی ترقی کرده، خیلی با علم، خیلی با فرهنگ آمده است، بالای سر ما گویا راهبر است و ما را به سوی پیشروی میبره. گویا ما همیشه یک ملت هستیم. یعنی این تحقیر بود، دشنام بود، توهین بود در حق یک مردم بزرگ، در حق یک جامعه که 10 میلیون اهالی دارد یا از 9 میلیون زیادتر. یعنی استقلالیت گفته ما چه چیزها را باید در نظر گیریم. چرا در روز استقلالیت برای من در یک گوشه از تلویزیون و رادیو، روزنامه و مجله، کتاب فرقی ندارد، برنامه‌های تلویزیونی، برای من یک نمایش از افراد، از شخصیت، از گروه بیار که
در سالهای 90 و 91 سهم بزرگی در صحنه سیاست تاجیکستان داشت. ما باید موضوعهامون از آن روز شروع بکنیم، برای مردم از آن روز معرفی کنیم که ما کدام روز صاحب استقلال شدیم و کیها برای ما سهم بزرگی گذاشت و ما به کجا رسیدیم و کیها تا امروز آمد برای ما این مسئولیت گذاشت. ولی هیچ یک جای ده من مطمئن هستم زیاده از 80% مردم ما از شخصیت های بزرگ تاریخی، از کسانی که در اون شب و روز زحمت های کشیدن، سهم گذاشتن، حرف زدن، آنها رو نمیشناسن. من مطمئن هستم. و از جمله ما میبینیم که آیا مردم داخل تاجیکستان واقعا لااقل روز استقلالیت رو میدونن که است، چی جشن است؟ ما یک نواری خورده رادیو آزادی از بازپرسی که از مردم میبینیم. 9 سپتامبر امسال از استقلالیت تاجیکستان 30 سال پر می شود. با توجه به این رویداد حالا ما از ساکنان تا 30 ساله یعنی جوانان زمان استقلال میپرسیم که ماه سپتامبر در کشور کدام سنه مهم کدام سنه مهم را تجلیل میکند؟ 30 سالگی استقلالیت دولت هم را جشن میگیریم. استقلالیت ها؟ ما در سوالات روز استقلالیت کی است؟ 9 سپتامبر روز استقلالیت. Ой, давайте я не буду сказать. Чё? سالگی استقلالیت کی است؟ 9 سپتامبر. سی سالگی استقلالیت 9 سپتامبر، روز 1 سپتامبر روز دانش. Независимость Таджикистана. Сколько лет? 30. Рози стеклоля. Ну, 30 лет независимости. Когда 6 сентября. День независимости. چرا مردم نمیدوند استقلالیت در تلویزیون و رادیو نه، بلکه در ذهنهای مردم جا کردن در کار. برد و باخت استقلالیت باید در ذهنهای مردم، در فکرهای مردم باید داخل کرد. با برنامه، با شناسایی، با یک برنامه های مفید برای مردم معرفی کرد. در زیر عباره استقلالیت مردم ما چی را میبینه؟ مثال مرحمت، این چی استقلالیت است؟ همون تویی که من در بالا قصه کردم. تمام مردم تاجیکستان جمع کردند و یک کسی را معرفگری و یا که سازنده و زاینده این جشن کردند، در حالی که چنین نیست. اگر واقعا شما زیر عباره استقلالیت شخصیت رحمانوف هم میبینین و باید در گرد اطراف او، من میتونم که 10 نفر از شخصیت ها را اینجا قصه بکنم، نامهاشون را بگیرم که باید لااقل آنها هم باشن. ولی من میگذارم این 10 نفر برای کسانی که امروز سیاست رحمانوف دستگیری میکنن. کیهای را شما میدونین که در شب و روز استقلالیت سهم گذاشتن، حرف زدن، دعوا کردن، در جای امضا گذاشتن، در جای خواسته هاشون این بود که ما باید یک کشوری صاحب استقلال باشیم، ما اونها را باید ذکر کنیم. ولی چرا ما زیادتر بالای این نقطه تمسخر میکنیم که برای چی زیر عباره استقلالیت و زیر جشنی که میگیرین هر روز 9 سپتامبر با تمام مصرف های بی‌معنیتون و باز هم از یک نفر معرفی میکنین، این دردناک است. و اینجا جشن استقلالیت نه، بلکه زادروز یا توی دامادی و عروسی رحمانوف است. فرزندش پسر و دخترش بالا کرده است
و یک سروزیر لخته که در گیرش نشانده است، در اطراف گیرد و اطراف صدها هزار نفر جمع کرده است، میبره در اون بالای منبر اشولا میخونه، در گوش مردم افسانه میگه، او نسل دیگر او را گوش میکنه، میگه احسن پیشوای ملت، همین قدر. ولی استقلالیت نباید چنین باشد. مفهوم استقلالیت نباید چنین باشد. در ذهن‌های مردم باید ما چیزهایی را جا کنیم که برد و باخت استقلالیت برای مردم در تلویزیون و رسانه‌هامان ما باید بگیم. در این شب و روزی که ما در یک حالتی بسیار وزنین قرار داریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علم و معارف و فرهنگ که ما در یک بحران بزرگ قرار داریم، در یک نمیدونم پیشاروی ما یک غار بزرگی است که ما داریم میریم به سمت اون غار، ما باید برنامه‌های را پیاده کنیم، در ذهن‌های مردم حرفایی را بگیم که نباید چنین یک مصرف باشه. من این مصرف‌ها را کسی که چنین یک زیر عباره استقلالیت این چنین یک احمقی را پیاده میکنه، من میگم اون مریض است. استقلالیت به اون معنی نیست که باید هزارها نفر جمع بکنی، شب تا صبح باید در آسمان سلیوت خالی بکنی، نمیدونم از مالهای خیتایی را بیاری زمین و آسمان را پر از چنگ و دود بکنی و تا روز کانسر بتی برای مردم برقصی بگوی استقلالیت. ای آدمو، یک بار نظر کنین به سمت اقتصاد کشورتون که در کدام وضعیت ما قرار داریم. یک بار نظر کنین در مسئله علم و معارف که طول 2 ماه 3 ماه کودکان را از درس، از مکتب، از تعلیم، از علم دور موندین، آوردین برای یک روزی که در پیش رحمانوف برقصه. یک بار این مسئله را شما دقت دادین؟ یک بار از همون میدانی که شما داره در آسمان سلیوت میزنین 100 متر اوسو فرداش برین یک زنی خیابانگرد خیابان رو به با 500 سامانی معاش روز تابگاه و خیابانها را میروید، آیا همین زیبنده است که شما در آسمان صدها هزار سامان در واز آسمان را بپرتاین؟ همین است استقلالیت. در روز استقلالیت شما یک بار بشینین احوال مردم ورق بزنین. در روز استقلالیت یک بار شما بشینین واقعیت های 30 ساله دولتداریتون فکر اندیشه بکنین. لااقل یک سال در روز استقلالیت بیا در رو پروی دوربین بشینین با مردم حرف زنین که مردم در این 30 سال برای شما چی سوال داره. مهم نیست که استقلالیت باید رقص و بازی باشه. باز هم میگم مهم نیست که در روز استقلالیت شما در پیش مردم رقص بکنین. این چیز احمقی است و خصوصا در همین شب و روزی که ما قرار داریم 1100 کیلومتر اون طرف نظر کن، 100 کیلومتر هم نیست، همسایه کشوری ما که تاجیکان اون لبی دریا در زیر تیر و توپی اجنبی قرار دارن. کم اوستر شما نظر کنین که دعوا از پیشوای تاجیکان دنیا میزنین. ای به فرهنگو او به معنی و به مدنی فرهنگی که برای تو این عنوان گذاشته است، آیا یک بار در همون وقتی که همون تگمه را میجه که در آسمان تیر خالی میکنی، سلیوت خالی میکنی، فکری اون زن و دختر و خواهر تاجیکان اون در را کردی که در کدام حالت قرار دارند؟ اگر 100 سالگی استقلالیت میشد، مدامی که تو دعوا از پیشوای تاجیکان دنیا داری، یک تاجیکی که در اون لبی دریا کشته میشود، برای تو این جشن گرفتن حرام است. برای تو چنین یک رقص و بازی همچون یک دعوای پیشوا داری حرام است. اما چون کبر دارین، غرور دارین، شیطانی دارین، در چشم مردم خاکپاشی میکنین، فکر میکنین که در آسمان خالی کردن تروتوب اقتصاد کشور غنی میشود، چون بی سوادین، چون بی مفکوره هستین.